تو نبودی که میگفتی من هیچی تو کلام نیست؟ برا اموال مردم رو میخواستی از دستشون بگیری که گرفتی، زور میخواستی بشی که شدی. دیگه چی میگی؟ تتمه طلب تو میخواد؟ ما مثل تو آدم زنده ایم. تو هر کار بلد بودی کردی، ما هم هر کار بلد بودیم کردیم. تو از ما عامل تری. باری کرد دیگه حرف حساب چیه؟ میخوای بگی نمیترسی؟ یه خر و یه خورجین دارم اونجا مال تو. دیگه از چی بترسم؟ از جونت. تو راستی اینقدر کم عقلی. بیا اول یه لقمه بخور ببین اصلا با آب طبعت هست. بشین، ادا در نیا، بشین. تو دیگه نمکگیر شدی، تمام شد، رفت به یه کار. بشین. چته؟ چرا تو فکری؟ نکنه خیال داری حرمت نمک رو بشکنی؟ حالا دیگه کارش نمیتونی بکنی. بخور اقلا یه وعده نون حلال خورده باشی.